بله بچه گوش بدین ببینین این متن چطوره. مطمئنم تا حالا کسی بهت نگفته ورزش میتونه یه روتین مراقبتی خیلی خوب برای موهات هم باشه. 5 تا فایده ای که ورزش برای مو داره. اول خون رسانی بهتر به پوست سر. ورزش باعث میشه که مواد مغذی و اکسیژن بیشتری به پوست سر و ریشه موها برسه و رشد موها بیشتر بشه. دوم خداحافظی با استرسه که مساویه با خداحافظی با ریزش مو. وقتی استرس کم میشه موهات هم آرامش میگیرن و دیگه دست نمیریزن. سوم تنظیم هورمونا. برای خانمایی که مشکل هورمونی دارن یا آقایونی که با ریزش‌های ارثی درگیرن ورزش مثل یه درمان طبیعی میمونه. اما چهارم خواب بهتر مساویه با بازسازی بهتر. با ورزش خوابت عمیق‌تر میشه. این یعنی بدن فرصت داره که مو رو ترمیم و بازسازی کنه. پنجم پوست سر شادابتر. یعنی چی؟ تعریق سمزدایی میکنه و پوست سر رو سالم میکنه. اما چه ورزش‌هایی مفیدن؟ پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری، یوگا و مدیتیشن و تمرینات قدرتی. از امروز دیگه ورزش رو فقط برای بدنت نخواه، برای موهات هم بخواه. من سعیده درویش‌زاد هستم، فعال در صنعت آرایشی و بهداشتی. اگر دوست داری بدونی کنار ورزش چه روتینی مناسب موهاته برام کامنت بنویس، ورزش تا راهنماییت کنم.